من نمیتونم زیاد فکر از او را بفهمم، به خاطر ازی که ما به فکر به نام طالب روبروی نیستم. ما به فکر که روبروی هستم فکر باجوا و فکر فایز است. دیگه اینا و ثبات نمیخوان در افغانستان، یکی خلاص هنوزم نمیخوان. ظاهرا بسیار الفاظ و ادبیات بسیار خوب به کار میگیرن، بسیار زیاد ما برادر هستیم، کشور همسایه هستیم، مشترکات داریم. اما وقتی که برش میگی که ملا برادر خیلی کراچی چی میکرد که در پیش دکترها رفته بود، جنرال باجوا طرف فایز سیل میکنه میگه رفته بود. یعنی به حد بیخبری و به حد خود به اصطلاح حق به جانب نشان دادن که یعنی از خاک خودم یا خبر ندارن. به هر حال ما طرف ما اردوی پاکستان است، طرف ما آیسای است، طرف ما چند تا آدمه که مثلا شما ملا برادر ببینین، این احترام به عنوان انسان اول خسر در زمانی که زندانی بود به او شکل که در حضور رسانه آوردن، دل ما که دشمنش بودم برش سوخت. حال ببینین که اینمی آدم آیت غلط میخونه، همین نفر که نامش ملاست آیت غلط میخونه و آیت غلط خواندگی آمده حکم کفر مسلمان مرا میته. این شما یک دفعه می صحبت های زیر دقیقا گوش کنین، این مطلق آیت غلط میخونه به خاطر ازی که هیچ آگاهی نداره، فقط یه القاب است، ملا، مولوی، مفتی، فلانی، کل اینا نفرای کمربسته اونمو دوتا جنرال پاکستانی